31 اکتبر این موضوع را داریم. امریکا جزئیات عملیات محو ابوبکر البغدادی رهبر گروه بنام دولت اسلامی را فاش کرد. در عملیات از جانب امریکا تنها سگ مجروح شده است. گرمی به دوشنبه برق به دهات. شرکت برق تاجیک 2 مرکز برق و گرمیدهی پایتخت را به کار درآورد. ساکنان در مناطق تاجیکستان امیدوارند به آنها برقی بیشتر میرسد. این خونه گرم نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خنک. میدونم ای بچه. تجارت غیر عادی خوان آنتونیو صاحبکار اسپانی برای شیخ‌های ثروتمند عرب شاهین‌های شکاری پرورش می‌کند. گنرال امریکایی که مسئولیت نظارت از عملیات ضد رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر بغدادی را بر عهده داشت، تفصیلات بیشتری عملیات کشتار او را نشر کرد. بغدادی روز 26 اکتبر در ولایت ایدلیب سوریه خودکشی کرد. مقامات امریکایی گفتند که زمان عملیات رهبر گروه دهشت افکن به یک نقب بسته زیرزمینی فرار کرد و نیروهای ویژه امریکایی راه او را بستند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. نوارها از آسمان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای امریکایی جنگجویان را که به چرخبال تیر می‌اندازند محو می‌کنند. مسلح با اطلاع درباره پناهگاه و چرخبال‌ها نیروهای امریکا به محل پناهگاه بغدادی رفتند. او با 2 فرزند خوردش به داخل نقب رفت و خود را ترک کند. خودتان قضاوت کنید چگونه آدم بود. ویدیوی نظامیان نشان می‌دهد که چگونه نیروهای هوایی امریکا بعد گرفتن اطلاع 2 جنگجو و پاره‌های جسد بغدادی خانه‌اش را به خاک یکسان می‌کنند. بعد محو قرارگاه نتیجه استفاده اسلحه معلوم بود. ما تبریک کردیم که از آن قرارگاه آثار نماند و یا به زیارتگاه تبدیل شود. گنرال امریکایی گفت مرگ بغدادی پایان دولت اسلامی نیست. آنها خطرناک می شوند. فکر می کنیم که برای نقار گرفتن حمله های انجام می دهند. ایدئولوژی داعش باقی می ماند. باید فریفته مرگ بغدادی نشویم. ویدیوی اخیر نشان دهنده واضح عزم امریکا برای به پاداش عملش رساندن گروه تروریستی است. 2 مرکز برق و گرمیدهی در شهر دوشنبه به کار درآورده شد و گرمی به خانه‌های ساکنان پایتخت انتقال یافت. فعال شدن مرکزهای برق و گرمیدهی شهر دوشنبه نه تنها برای ساکنان پایتخت مهم است، بلکه به گفته کارشناسان تولید برق را در کل کشور بیشتر می‌سازد. اما با این هم مشکلات دیگری در این ساحه باقی مانده است. شادمانی یتیم و زرانگیز نوروزشاه از شهر دوشنبه گزارش می‌دهند. گلرخسار به خانه نوش بدون بخوری‌های برقی آمد. بینایی که حالا در آن زندگی دارد به شبکه‌های گرمیدهی پیوسته است و چند روز اخیر به خانه‌اش گرمی انتقال می‌یابد. روزی که هوا خنک شد، اتاپلینیای ما را کش کردن. سر دادن شروع با شوهر من وازدخ باز چیزاش همش برآورد، همه خانه را بگانی همه طرف خانه شروع کردم. برق ما بسیار استفاده میشد. بگری وقتل میموندم. ای روزی که اتاپلینی هسته همو پولش هم کم، هم چیش هم کم. ساکنانی که الکی در خانه‌هایشان بخاری‌های گرمیدهی کار می‌کند از آن خوشحالند که دیگر مثل سال‌های پیش خانه‌هایشان بدون استفاده بخاری‌های برقی و مصرف زیادی برق گرم است. نرگس میرزایوا در آشیانه نهم زندگی می‌کند. بخاری یا بطاری‌های خانه او هم 2 روز پیش گرم شدند. من اول سر دادین اتاپلینمون گرمه. این خونه گرم نیست، نیمش گرمه، من این قش گرمه، این قش خنک. میدونم ای بچه. سر از 28 اکتبر مرکزی برق و گرمیدهی شهر دوشنبه 1 و 2 به انتقال گرمی آغاز کرد. همکنون بیناهای استقامتی که به شبکه‌های گرمیدهی پیوستند تا اولی بهار با نیروی گرمی تامین خواهند شد. تا 2 سال پیش اکثر بنا و انشاءات‌های دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکز گرم و برقدهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. اما ساکنانی که هنوز از نظام گرمیدهی محرومند از حالا برای سردی‌های زمستان آمادگی می‌بینند. زهرا برای فهمیدن نرخ بخاری‌های برقی به بازار آمده است. این خیلی با اتاپلین باشه خیلی با تمپراتور خونه نغزه هم قوم ده هم کودک ده نغزه شبا با خوبه. در ضمن صاحبکاران بخاری‌های برقی میگویند طی سال‌های اخیر با پیوست شدن ساکنان به شبکه‌های گرمیدهی بازار دستگاه‌های گرم کننده برقی سرد شده است.
ما هر سال این وقتا مثال روزش 30 تا 40 تا 50 دونه سودا میکردیم. ای وقتی که مثال گرمیدی را سر دادن، مثال ویو را سر دادن، یک روز یک دونه دو دونه فقط همراهانی برای مثال توفه برای پدرکه توی پوی میبرند. خیلی بگوی که هر روزه میروه نمیروه. خیلی از سوداش سست شده دیگه. مقصد رنگی پیشینه نیست. آغاز انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان در دوشنبه در حال است که 2 هفته اخیر ساکنان در مناطق مختلف تاجیکستان از جاری شدن لیمیت یا محدودیت برق به خانه‌هایشان نگرانی می‌کنند. آنها از آن می‌ترسند که در آستانه فصل زمستان لیمیت انتقال نیروی برق شروع شده است. مقامات همگونه محدودیت را رد کرده گفتند سبب قطع روشنایی به خانه‌های مردم تعمیر در خط‌های برق است. مشکل کار بخاری‌های گرمیدهی داخل منزل‌ها سال‌های جنگ داخلی تاجیکستان پیدا شد. بیش از 12 سال است ساکنان در منزل‌های سرد و با استفاده از بخاری‌های خودساخت و برقی زمستان را پشت سر می‌کردند. در دوشنبه معمولاً موسم گرمیدهی در آغاز ماه نوامبر شروع شده تا آخر ماه مارس ادامه می‌کند. در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان 10 نفر کشته و مجروح شدند. در قطاری که از شهر راولپیندی به کراچی می رفته است ظاهرا آتش در مدت کوتاه پهن شده و به مسافران امکان نجات نداده است. سبب فلاکت و جزئیات دیگر در گزارش همکارم خرامان بخازاده. در نتیجه آتش گرفتن یک قطار در پاکستان کم از 65 نفر کشته شد. سبب آتش گرفتن قطار به گفته پلیس استفاده آتشدانی گازی برای تهیه خوراک در داخل قطار بوده است. بعضی از مسافران غیر قانونی این کار را در داخل قطار انجام دادند. رئیس اداره تندرستی ولایت پنجاب گفت که 40 نفر مجروح شدند و آنها را به شفاخانه محل بردند. حادثه در نزدیکی شهرک رحیم یارخان در جنوب ولایت پنجاب رخ داد. به گفته مقامات استفاده آتشدان در داخل قطار یک مشکل جدی در پاکستان باقی میماند. قطارهای مسافرکش هم کهنه شدند و سالهاست تعمیر ندیدند. سال 2005 در نتیجه برخورد 3 قطار در یک ایستگاه در ولایت سیند 130 نفر هلاک شد. بعد قبول قانون درباره 30% کردن سهم زنان در پارلمان قرقیزستان، حامیان حقوق و سازمان‌ها با برگزاری نشست‌ها سعی دارند که به بانوان راهی رسیدن به کرسی وکیلی را نشان دهند. نشست‌ها در گوشه‌های گوناگون قرقیزستان ادامه دارند و عین زمان هدف تغییر مناسبت جامعه به زنان است که وظیفه آنها را فقط خوراکپزی و روبوچینی خانه می‌شمارند. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم می‌کند. در انتخابات گذشته به آیگل همگی چند آواز نرسید که در انتخابات مجلس محلی پیروز شود. هرچند از میان 8 زن داوطلب رأی بیشتر به دست آورد. بی‌تفاوتی به ناکامی می آورد. همسایه های گرد و اطراف به انتخابات بی‌تفاوت هستند. میگویند بیننده ارجمند شکل این کامل گزارش را در سامانه cw.azadi.org می توانید ببینید و در صحیفه آزادی ویدیو. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان دیگر بار تهدید کرد که اگر اروپا برنامه انکره برای تأسیس منطقه‌های امن در شمال و شرق سوریه حمایت نکند، در مهاجران را به سوی اروپا باز می‌کند. او در این باره روز 26 اکتبر در استانبول سخن گفت. ترکیه تقریباً 3,600,000 پناهجو از سوریه و عراق را میزبانی می‌کند که از جنگ 8 ساله گریختند. همکاری ما برای یوسفی چند پیش از شهر استانبول برگشت و درباره حضور پناهجویان در این شهر عظیم ترکیه صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم تعداد پناهجویان در خود استانبول تا چه حد زیاد است. واقعا عبدالله یک هفته که در شهر استانبول منتظر دریافت روادید جمهوری چک بودم، البته تا حدی با شرایط کنونی و در مجموع فضای روانی مردم این شهر آشنا شدم. استانبول مثل 10 سال قبل که هم آن زمان در این شهر بودم تنها لبالب از سیاحان خارجی نیست، همزمان با سیاحان حضور نظررس پناهندگان عراق و سوریه نیز به نظر می رسد. در چند نقطه ثبت نام بله در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردم که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو را می بینند و رفتارشان اندک درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبت دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی می شوند و سوالتان با جنجال جواب می دهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه و مرکزها چنین مناسبت کردند، هرچند بعد شکایت به یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد.
از خود مردم و یا از تاجیکانی که آنجا کار میکنند پرسیدید که سبب عصبانیت ها چیست؟ حضور پناهندگان یا چیزی دیگر؟ بله، در مقایسه با 10 سال قبل احساس کردم که مردم عادی عصبانی هستند. در سیمای هر خارجی پناهجو را میبینند و رفتارشون اندک درشت هم هست. مثلا در فروشگاه ها با شما مناسبت دیگر است. فروشنده ها زود عصبانی میشوند. با سوالاتون با جنجال جواب میدهند. با یک همراه خودی من در چندین فروشگاه و مرکزها چنین مناسبت کردند، هرچند بعد شکایت با یکی از مدیران مغازه از ما عذر پرسیدند و گفتند که کارمند جوان است و سابقه ندارد. براد یوسفی بود که در مورد حضور هزاران پناهجو از سوریه در ترکیه صحبت میکرد. خوان آنتونیو صاحبکار اسپانی تجارت را به راه مانده است که تاجیکستان شاید کسی روی آن اندیشه نکرده است. تجارت این صاحبکار از پرورش شاهین‌های شکاری عبارت است و میزاجانش شیخ‌های ثروتمند عرب از کشورهای خاورمیانه هستند. مسابقه با شاهین‌های شکاری از ورزش‌های دوست داشته شیخ‌ها است و هر پرنده شکاری پروریده آنتونیو بیش از 2000 یورو نرخ دارد. طاهری سفر درباره تجارت غیر عادی این صاحبکار اسپانی گزارش می‌دهد. خوان آنتونیو و همکارش برای ارسال 52 شاهین از اسپانیا به قطر آمادگی می‌گیرند، اما پیش از فرستادن پرنده‌های شکاری به خاورمیانه آنها را بار دیگر تفتیش می‌کنند. بالهایشان باید این گونه باشد، کامل و دست ناخورده. شاهین‌های اینجا نظر به دیگر نوع‌های این پرنده بزرگ و تیز پروازند. هر سال از این پرورشگاه در شهر کاستیل 150 شاهین شکاری را به خاورمیانه میبرند. پرنده ها را که هزاران یورو ارزش دارند، ثروتمندان و دوستداران شکار میخرند. میزاجانی هستند که شاهین ها را برای دسته های شاهزاده ها میخرند. برای همین باید احتیاط کنید که چی میفروشید و به کی میفروشید. شما اگر یک پرنده کمتر از این را به دست شاهزاده فروشید، در بازار را برای خود میبندید. خوان آنتونیو 15 سال باز شاهین میپرورد و 60% درآمدش از فروش به خارجیان است. او و چند نفر دیگر در منطقه از فروشندگان اساسی شاهین در دنیا هستند. سال 2018 اسپانیا به خارج 2800 شاهین فروخته است و خریداران هم امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر بودند. از بس که شاهین‌های اسپانیا آبروی بلند دارند، جایشان در نمایشگاه سالانه پرنده‌های شکاری در دوحه خالی نیست. هوای اسپانیا به هوای خلیج مانند است. حرارت و رطوبت شبیهند. وقتی شاهین ها را از اسپانیا به قطر می آورند، آنها تغییر زیادی را در هوا احساس نمی کنند. یک خریدار عربی برای یک شاهین اسپانیا نه کمتر از 2000 یورو می پردازد، اما قیمت بعضی از شاهین های تیز جنگال تا به 10,000 یورو می رسد. بعضی از شیخان شاهین های زیادی دارند که بعضیشان را اصلا نمی بینند. آنها شاهین هایی را می گیرند که سال اول زندگیشان خوب پرواز کنند. سال بعدی دیگر این شاهین ها را نمی خواهند و شاهین های نو می خرند. با ثابت ماندن تعدادی طلبگاران در کشورهای عربی، شاهین های اسپانیا همچنان محبوب شاهین بازان ثروتمند خاورمیانه می مانند. طرح بودجه تاجیکستان برای سال آینده در حجم 26.4 میلیارد سومانی معادل بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار معین شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید این مسئله روز 31 اکتبر در جلسه حکومت بررسی شده است. موافق طرح پیشنهاد کرده حکومت، قسم درآمد بودجه برای سال آینده 26.1 میلیارد سومانی و قسم خراجات آن باشد 26.4 میلیارد سومانی می باشد. با این ترتیب کسر یا درآمد بودجه 350 میلیون سومانی حساب شده است. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این برنامه. سپاس از این که تا این لحظه با ما بودید. تا بخش بعدی، خداحافظ.